برادر محترم، شما میگید آل سعود کافر است، آل فلان کافر است، ترکیه کافر است، افغانستان کافر است. یک لحظه میگید به خاطر چی؟ دلیلتان از قرآن است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اولیاء هم خودتان گفتید که یعنی دوست، رهبر، سرپرست، حاکم. امیال سرپرست شما، حاکم شما صدر اعظم آلمان است. قانون اساسی آلمان برای شما قانون اساسی که ضد قرآن است، ضد اسلام است، برای شما یک قانون مقدس است. پرچم آلمان، پرچم صلیبی یک کشور کفری نصارا برای شما مقدس است. شما اگر این چیزا را قبول نمی‌کردین، امضا نمی‌کردین، به شما پاسپورت نمیدادن. پس طبق می آیه شما خودتان هم کافر هستین. شما شما در امریکا و اروپا امروز یعنی خود آلمانیا تقریبا 150,000 مسلمان یعنی هم از آلمان تولد شدن. من چه سوال میکنم شما چه جواب میدید؟ پدر محترم، پدر بزرگوار، من از شما سوال پرسیدم که امی قانون اساسی را قبول کردنش کفر هست یا نیست؟ خب تشکر از شما، تشکر. مادامی که بحث ندارید بحث نکنید، زنگ نزنید، حرف بیجا نزنید، مردم رو تکفیر نکنید. برادر عزیز و بزرگوار، سوال میکنیم از افغانستان دلیل میارید از آل سعود، سوال میکنیم از طالبان میگه که رفت میره به سراغ اردوغان. تعجب من در اینجاست که شماها میرید در کشورهای غرب زندگی میکنید، ولایت کفار رو قبول میکنید، بعد از اون میاد مسلمان ها رو تکفیر میکنید، میگید که والله شما کافر هستید به خاطری که فلان است و علان است.